که با پاسپورت افغانستان آمده در امریکا و تو یک پلاکارد در دستت میگیری میری چی میگن ناممو پلاکارد هستنه میگیری میگی من افغان نیستم. آخه یک امریکایی تو که برو میگی من افغان نیستم، او یک که برو برای از امریکایی ترجمه بکنه خب یک افغان نیستی از کدام کشور هستن؟ یک چینایی خود از که که آدم بی‌سواد است بی‌منطق است با اینمی روی تبسم و روی دانو کتی هر گونه گپای زدن میتوند، اما این نشانه حقیقی نیست. بید یک چیز اول تماشا کنیم بعد تحلیل کنیم. این مرد با فکرم همتون میشناسی، نامش حمزه چیمایف است. و چرا این میگوید که از چچنیا گایس؟ چرا این نمیگوید که از راشیا گایس؟ چرا نمیگوید که من روس هستم؟ چرا میگوید که من چچن هستم؟ و چرا شما برومده بر ضد این حرف نمیزنید؟ چرا شما بر این آدمو برومده نمیگوید که نه تو روس هستی؟ مثل این همی شما برین به سعودان به منطقون در روسیه هم هستن آدمایی که میگوین که یک کس یگون چه برد میکنه یگون چه میکنه میگه که این روس هست، اما نه اینو روس نیستن. اینو هیچ وقت نمیگویند که ما روس هستیم، هیچ وقت نمیگویند که ما روس هستیم. میگویند که بله ما از روسیه هستیم لیکن ما ملتی ما روس نیست، ما ملتی ما چچن هست. خب اینم اگر که نرشته باشد یک چیز دیگر هم نشون میده. این عکس کیست؟ ایرم نشناسیدگر این حبیب نورمگомедов است. این از فدراسیای روسیه هست و در ویدیو نوار چی نوشتگی؟ داگستان 500,000 لایک دارد و غیره. همه وقت میگد که من داغستانی هستم، میگد که من از فدراسیای روسیه هستم اما ملت من داغستانی است. چرا یک کس حرفی نمیزنه؟ نمیگه که چرا تو روس نمیگی؟ تو شهروند روسی هستی که تو پاسپورت روسی داری که چرا تو نمیگی که ما روس هستیم؟ اوخی این اشتباه هست. تاجیک نمیتواند بدن افغان، ازبک نمیتواند بدن افغان، افغان نمیتواند بدن تاجیک. شهروندان افغانستان اما ملت تاجیک، اما ملت ازبک، اما ملت دیگر این گونه کار میکند. فهمیدید؟ من در بریتانیا قرار دارم حاضر و در بریتانیا سکاتیش هست، انگلیش هست، ولش هست و غیره. سکاتیش هیچ وقت نمیگوید که من انگلیش هستم. کمی عقل خامی خود رو کمی کار فرمونه. که بریتیش دیگه دولت میگوید میگه که I'm from Britain but I'm originally Scottish. من از بریتانیا هستم لیکن ملت من سکاتیش هست. اگر که شما عقلی کوتاهتون به این چیزها نرسد شما به دیگه موضوع